سازمان بین المللی شفافیت گزارشی را در مورد شاخص مبارزه با فساد در جهان در سال 2024 نشر کرده است که در آن افغانستان در مقایسه با یک سال پیش با 3 رده افت در جایگاه 165 در میان کشورهای جهان قرار گرفته است. دنمارک، فنلند، سنگاپور و نیوزلند با داشتن بیشترین امتیاز از رهگذری شاخصهای مبارزه با فساد در میان 180 کشور و قلمروی که در این گزارش ارزیابی و رده‌بندی شده اند و ترتیب در رده‌های نخست تا چهارم قرار گرفته اند. سودان جنوبی با کمترین امتیاز در قعر جدول قرار داشته و همین ترتیب سومالیا، ونزوئلا و سوریه نیز در رده‌های پایینی قرار دارند. سازمان بین المللی شفافیت همه ساله در گزارش خود کشورها را از رهگذری شاخصهای مبارزه با فساد رده‌بندی می کند که دنمارک با 90 امتیاز در صدر و سودان جنوبی با 8 امتیاز در قعر جدول قرار دارد. افغانستان از رهگذری شاخصهای مبارزه با فساد فقط 17 امتیاز گرفته است. حالا آنکه در گزارش سال 2023 این سازمان افغانستان با 20 امتیاز در رده 162 و در سال 2022 با داشتن 24 امتیاز در رده 150 قرار داشت. از همسایگان افغانستان چین با 43 امتیاز در جایگاه 76، ازبکستان با 32 امتیاز در جایگاه 121، پاکستان با 27 امتیاز در جایگاه 135، ایران با 23 امتیاز در جایگاه 151، تاجیکستان با 19 امتیاز و یک رده بالاتر از افغانستان در جایگاه 164 و ترکمنستان مانند افغانستان با 17 امتیاز هم ردیف افغانستان در جایگاه 165 قرار دارند. افغانستان در حال در گزارش سازمان بین المللی شفافیت 3 رده سقوط کرده است که این کشور پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در آگوست سال 2021 با بحران شدید بشری و اقتصادی روبرو است.